در دوره سفری کاری به شهر وحدت اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامی رحمان همچنین با رفت کارهای منفشکنی در راه نقلیات اتومبیلی دهه مهرآبادی دهات به نام بازاربوی برونو که در مرحله انجام یابی است شناس شدند. طور اطلاع داده شد درازی راه مذکور بیش از 2 کیلومتر بوده، پهنایی آن از 6 تا 8 متر را تشکیل می‌دهد. کارهای تعمیری در این مسیر با مبلغ‌گذاری صاحبکار محلی شمس‌الله سعدالله‌اف به سامان رسانیده شدند. انجام کارهای ساختمانی را باشد جمعیتی دارای مسئولیت محدود راه تاجیک بر عهده داشته طلبات استاندارد راهسازی پوره به نوبت گرفته شده است. سفربرنمایی تکنیک و مکانیزم حاضر زمان منفشکنی، جلب متخصصان صاحب تجربه، استفاده مصالح بلندصفت ساختمانی و رعایت پوره طلبات راهسازی در سری وقت و صفتناک به سامان رسیدن کارها زمینه گذاشته است. طور اطلاع داده شد از آغاز کارهای تعمیری تا به امروز در این انشاءات برای تخت و هموار کنی، خواباندن سنگ و شغل، مستحکم کنی قبط راه و اسفالت پوش کنی بیش از 20 تکنیک و مکانیزم راهسازی را سفربر نمودند. حجم عمومی اسفالت استفاده شده در راه مذکور به 1900 تن برابر گردیده است. راه نو تعمیر شده مرکز شهر وحدت را توسط محله‌های اهالی نشین با دهه مهرآبادی دهات بازاربوی برونوف می‌پیوندد. به گفته ساکنان محلی این راه قبلا خراب و سالهای زیاد تعمیر نگردیده بود. از این رو اهالی خاصه راننده‌ها در وقت رفت و آمد توسط نقلیات با مشکل مواجه می‌گردیدند. قبلا راه دهه راه مهرآباد خراب بود و ما ساکنان برای رفت آمد به مشکلی روبرو می شدیم. مینداری خود را به صاحبکار محلی سعدالله شمس‌الله بیان میکنیم که این راه را با صفت بلند برای محله تعمیر کرد و شرایط خوبی رفت آمد برای ما مهیا گردید. همکنون با تعمیر پوره گردیدن راه مذکور مشکلی چندین ساله اهالی دهه‌های همشفت و دیگر مسافران و رانندگان از بین رفت. پیشوای ملت محترم امامی رحمان به صفت کارهای تعمیری بهای بلند داده برای انجام چنین کاری ثواب و سهم گذاشتن در آبادی یک گوشه دیار به صاحبکار وطندوست شمس‌الله سعدالله‌اف اظهار منتداری بیان داشتند. همچنین سروری دولت جهتی من بعد نیز اجرا نمودن چنین کارهای آبادانی و سازندگی توصیه و مصلحت‌های مفید دادند. راه اتومبیلگرد دهه مهرآباد از 2 سمت با خط حرکت تامین بوده پوره علامت گذاری شده است. ما جوانان دهه مهرآباد خرسند از آن هستیم که دهه ما خیلی آباد شده است. شرایط خوبی کار و زندگی برایمان فراهم می باشد. در پیروی به چنین کارهای سازندگی ما نیز کوشش میکنیم که سهم خود را در پیشرفت و رشد ترقی دیار گذاریم. تعمیر این راه اتومبیلگرد ادامه تدبیرهای سازندگی بخشیده به سزاوار پیشواز گرفتن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر وحدت به شمار رفته. آن در دسترسی بیشتر اهالی به خدمت‌رسانی‌های گوناگون و باز هم خوبتر و بهتر شدن سطح زندگی ساکنان زمینه استوار خواهد گذاشت.